درود بر شما. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. قراره که تو این بخش بریم سراغ طراحی یک صفحه دیگه از نسخه موبایل وبسایتی که داریم طراحی میکنیم و آورلی هایی که توی نسخه دسکتاپ وجود داشته و ما میخوایم کامپوننتاشون رو تغییر بدیم در نسخه موبایل، چون که ما این امکان رو داریم که توی حالتی که داریم کامپوننت هم تغییر بدیم، چون که PWA وب اپلیکیشن داریم کار میکنیم. این هم بهتون بگم که این بخش دیگه میشه آخرین بخشی که برای طراحی اپلیکیشنمون داریم، طراحی وبسایتمون داریم و یه طوری حالا درستش کردم که تقریبا همه نکاتی که در حین طراحی نیازتون بود در طراحی یو در فیگما همه رو بهتون گفته باشم اینجا در زمینه طراحی در فیگما. بسیار خوب. یه سری نکات ریز مونده که اون پاس داده میشه توی ورژنی که توی اون بخشی که برای طراحی آیکون داریم، فقط برای طراحی آیکونه. کلا طراحی در محیط فیگما که برای طراحی وکتوری اصطلاحا بهش میگن، میتونید اون کلا ببینید، چون که هم ابزارهایی که برای ایجاد طراحی وکتوری هست داخلش هست، هم جداگانه کلا طراحی آیکون هم داخلش هست. حالا اینجا قراره چیکار کنیم؟ اینجا فقط قراره که یک صفحه دیگه طراحی کنیم، چون که لی اوت اینکه ریسپانسیو کنیم از نسخه دسکتاپ به نسخه موبایل نکات خیلی زیادی نداره. و اینکه ما بخوایم هی بهتون بگم که اینجوری میشه مثلا لی اوت هامون تغییر میکنه، سایز هامون تغییر میکنه، اینا رو بخوام هی بهتون بگم تکراری میشن اینا. بسیار خوب. چالش طراحیمون رو ما در نسخه دسکتاپ بهتون نشون دادم که چطوری پیش میره، نکاتش رو بهتون گفتم. تو این بخش هم فقط قراره که حالا صفحه اصلی رو زدیم، بهتون نویگیشن بار رو گفتم، بهتون هدر رو گفتم چطوری میشه مینیمالش کرد، اینا رو گفتم بهتون. اینجا یه دونه حالت صفحه پروداکتمون هم میزنیم، صفحه پروداکتی که داریم رو، و یه دونه هم آورلی ها رو کار میکنیم. بزنید بدون معطلی شروع، بزنید بریم بدون معطلی شروع، بزنید کیو بزنید بریم بدون معطلی شروع کنیم. بسیار خب، بریم سراغ طراحیمون. اگر به خاطرتون باشه ما این رو طراحی کرده بودیم، یه صفحه رو، این کامپوننت ها برای موبایل فقط گذاشتیم. اگر کلا آورلی های جدید هم بخوایم برای موبایل اد کنیم میتونیم سکشن بندی کنیم. همینجوری یه صفحه جداگانه گفتم بهتون دیگه، صفحه جداگانه میتونید طراحی کنید براش، کامپوننت هایی که لینک ندارن توی صفحه بذارید توی اون صفحه. و در کل یک نکاتی هم درباره ریسپانسیو بهتون بگم که ریسپانسیو کردن طرح معمولا کار آسونیه. خب یعنی شما وقتی که طراحی رو، یعنی باید آسون باشه و طوری کار انجامش بدید که براتون آسون باشه و چالش‌های زیاد نداشته باشه. بسیاری از طراحان عزیزی که چون دقیقاً اومده همین جایی باید بیفتی که من اسم رو نتونم انتخاب کنم ها. ببینم یه سری از طراحان عزیزمون معمولا به باگ‌هایی میخورن توی کاراشون و میام از منم راهنمایی میگیرن. من دیدم خیلی هاشونو که مشکل کار اینه که وقتی که داشتن دسکتاپو میزدن حواسشون نبوده که بابا یه سری چیزا رو باید در نظر بگیرن توی موبایل هم، باید یه ذره از زیبایی ها بکاهن. معمولا چیزهایی انجام میشه، متاسفانه یک باور غلطی که تو کار ما هست، خیلی ها فکر میکنن که باید با ویژوال خیلی حرفه‌ای پیش برن کارو، با افکت های خیلی جذاب، با طرح‌ها و رنگ‌های خیلی حرفه‌ای. خب و معمولا این که ما بخوایم حتما همین افکت‌های خیلی جذاب رو کار کنیم یا به صورت ویژوال خیلی طرحمون زیبایی داشته باشه، در این زمینه به خصوص به مشکل میخوره. طرح شما ممکنه که دسکتاپ خیلی زیبایی داشته باشه. مثال واردش رو بهتون زدم دیگه. شما میتونید یک کاری رو توی دسکتاپ خیلی زیبا کنید. به چه شکل؟ مثلا صفحه ثبت نام رو بیاید یه عکس هم کنارش بذارید، زیباش کنید، خوشگلش کنید و صفحه پنل ثبت نام مثلا کنار باشه، اونجا ثبت نام انجام میشه. خب اونجا زیباست. اما اون کار رو تو موبایل نمیتونید انجام بدید. موبایل دیگه اون قابلیت رو نداره. پس تو موبایل ویژوال شما میشه 10%،
توی دسکتاپ میشه مثلا 80% از نظر زیبایی. خب این باخت رو شما اینجا میدید. ولی اگه یه طرحی بزنید که تو جفتش زیبایی داشته باشه، تو جفتش هم قشنگ باشه، تو جفتش هم تو هر دو تا سایز اون زیبایی داشته باشه، اما زیبایی جفتشون 40% باشه، به شدت بهتره که شما 40% باشه زیباییتون، اما توی جفت اندازه ها با اون زیبایی رو داشته باشه. نکاتی که خیلی مهمه اینه در فرآیند ریسپانسیو و نکات دیگه‌ای که بهتون گفتم تا اینجا، من اینجوری که بهتون میگم خیلی بهتره که توی حافظتون بمونه. یه نکته دیگه هم باید بهتون بگم، ما برای اینکه فقط فرآیند بهینه باشه بهتون گفتم که این کار رو میکنیم که یه ذره صفحاتو کمتر داریم طراحی میکنیم برای موبایل، اما توی دیسکورد که با هم دیگه تو چنل هستیم و شما دارید طراحی خودتون رو انجام میدید، طراحی پیج خودتون رو انجام میدید، طراحی سایت پروژه‌های خودتون رو انجام میدید که من داریم کوچتون میکنم، توی این فرآیند کوچینگ حواسم به این هست که تمام چالشایی که وجود داره توی کارتون همشون رو یاد بگیرید و یک فرآیند اصلی و واقعی برای کارتون پیاده کنید. مطمئن باشید پروژه‌ای که شما خواهید زد کامل و جامع خواهند بود و اون دست و پنجه نرم کردنی که واقعا توی پروژه واقعی میتونید داشته باشید رو به صورت حرفه‌ای اونجا تجربه میکنید. درست شد؟ پس این رو الان زیاد ترس براتون نداره که ممکنه که یه چیزی از قلم بیفته یا هر چیز دیگه ای، چون که اونجا در حالت آنلاینی که هستیم شما دارید کارتون رو انجام میدید، چالشاتون رو دارید، من میام بهتون توضیح میدم چیکار باید بکنید و اینها خیلی مهمه. بسیار خوب، شروع کنیم. از این صفحه‌ای که داشتیم یه دونه کپی بگیریم، اینجا اسم رو میزنیم product page و نیاز سیو شد. سکشن اضافیمون رو حذف میکنیم، سکشن دیگه چون نیاز نداریم اینجا. فوتر هم حذف کردم. از این بالا شروع میکنیم، یا یکی یکی چیکار میکنیم؟ صفحاتمون رو اد میکنیم به اینجا بردار من. خب در این بخش هم شما باز ممکنه که وایر فریم زده باشید، یعنی بهتون گفته باشم که وایر فریم بزنید، اما من بازم وایر فریم به خاطر بهینه بودن نزدم و اینجا الان اگر شما وایر فریم داشته باشید دقیقاً میدونید چه شکلی پیش برید. درست شد؟ اما اینجا من ندارم، دارم ذهنی پیش میرم بر اساس تجربه خاصی که دارم در این زمینه. خب میام اول میخوام این عکس بیاد بالای صفحه‌ام، بعد این اطلاعات دیگه بیاد زیرش. اینطوری دوست دارم سکشن رو ببندم. برای همین میام اول اینو اندازه‌شو درست میکنم. 393 عرض ارتفاع رو تغییر میدم. 393 عرض ماست که باید تو این عرض قرار بگیرن. اینو فیل کانتینر کنم. اینجوری شد. اشکال نداره. فیکسش میکنیم. اندازه این طرف هم 393 میکنیم. یه بار فکر کنم باید اینو ریست کنیم، چون که اونجا توی دکسا اگه یادتون باشه بهش اندازه چیز داده بودیم، اندازه های خودش 393 اندازه مینومکس داده بودیم. اینجا دیگه نیاز نیست، اینجا فیل میشه دیگه، فیل کانتینر میشه. باید هر چقدر که اندازه صفحه این اسکرین گوشی ما بزرگ میشه اینا باش بزرگ بشه. پس در کل میایم اینا رو عرضشون رو فیل کانتینر میکنیم. ریست کردم کامپوننتمو دیگه، اون اطلاعاتی که برای مینومکسش تنظیم کرده بودم دیگه پرید همش، الان دیگه هیچی نداره. فیلش میکنم، اینم میذارم داخل این سکشنم، اینم فیل میکنم. الان اولین چیزی که باید ببینیم اینه که وقتی این بزرگ میشه عکسمون هم اینجوری بزرگ میشه فضاش، میبینید؟ خب چیز دیگه که داشتیم این اطلاعات بود. این اطلاعات هم قطعا باید لیاتش تغییر بدیم دیگه. ممکن اصلا به این احتیاج نداشته باشیم در اینجا، بره پایین تر، چون که اطلاعات مهمتری هم اینجا داریم. یکی اینه که ما میایم فاصلهشون کمتر میکنیم. این فاصله اتوماتیک تنظیم شده بود، یعنی اتو بود، الان اینجا اتو نیست، در اومده از اتو بودن. خب ما میذاریم 16 تا که این بیاد بچسبه بالاتر. بعد این پلیس هولدر هم نیازه، پس میذاریم این پلیس هولدر هم میذاریم بالا پلیس هولدر جان.
حتما کوچیک باشی که اینجا جا بشی. میذاریمش بالای بالا. خب نکنم یکی دیگه از نکات ریسپانسیو اون اینجا داره توش نشون میده. میبینید این چه بالا موندن. این افتاده توی این. چرا من خیلی بازی زدم یه روتولیات نیفت توی این دیگه. بیا بالا. آها خب یکی از نکات اوتولیاتمون که الان اینجا مشکل ساز میشه چیه؟ اینکه ما برای اینجور چیزهایی نمیتوانیم جایی داشته باشیم در موبایلمون. میبینید پلی سوردر چه شکلی شد. راه حل چیه؟ راه حل اینه که یکی از مرحله رو ما 3 نقطه میذاریم که اسمش مینیمال تر بشه. یعنی که تو این مرحله رو از خانه اومدی میتونی بری خانه دوباره و یه مرحله گذروندی اومدی اینجا. درست شد؟ معمولا انقدر طولانی نیستن. خب انقدر مسیر طولانی نداریم ما. اما در کل میتونیم حتی اندازه فونت هم تغییر بدیم. ما 2 تا فونت دیگه ساختیم اینجا. مثلا 12 میتونیم بذاریمش. با 2 رو میتونیم بذاریم که اندازه فونت رو تغییر کنه در کل. نکته دیگه که داره این اوتولیات چون که اونجا بود اندازه تنظیم شده بود، اینجا باید دوباره اوتولیاتش کنیم و ساختارش رو تغییر بدیم. ارزمون رو 12 میذاریم. خودش رو باید فیل کنیم. جفتشون رو فیل میکنیم. خب از دو طرف 12 یه ذره از بالا پایین هم باید بهش فاصله بدیم. از یه ذره بیشتر شد. دنبال چی میگردم؟ خب اگه یادتون باشه اینجا گفتیم این صفحه سفیدمون باشه، رنگش رو سفید کردیم. اینجا میریم سفید رو انجام میدیم، براش سفید میکنیم. ببخشید فیلش رو سفید میدیم که با این پایینی رنگ بشه. حالا ما یک برید کرام داریم این بالا که جا شده با فونت سایزی که کوچیک‌تره. اینجا هم عکس محصولمون رو داریم و حالا میایم پایین‌تر. نکنید الان اینو برای همین گذاشتیم دیگه. الان وقتی اینو گذاشتیم حداقلش میدونیم که چی، کاربر ما خیلی راحت میتونه این قسمت رو قشنگ ببینه و محصولش رو قشنگ در یک نگاه ببینه. حالا اطلاعات دیگر رو میخوایم بیاریم. این یه دونه و اینا باید بیان با هم دیگه حالت افقی عمودی داشته باشن. حتی عمودی بهشون بدیم اینجوری بیان زیر هم دیگه. یه فاصله خیلی کمی هم بهشون میدیم. میبینیم پایین، چون این باید پایین، این که باید بالا باشه. میذاریمشون اینجا. خب این هم یه فیل کانتینر میکنیم خیلی راحت و اون اندازه‌ای که الان ساختیم 12 تا باید از عرض فاصله داشته باشن، بالا پایینش هم میذاره باید فاصله داشته باشه دیگه. اون فاصله بالا پایین هم بهشون میدیم نسبت به عکس بالا که در نهایت این شکلی بشه. این هم چون اضافه است الان اینجا میایم رو هاگش ارتفاعش رو هاگ میذاریم که خودش اتوماتیک درست بشه. فاصله بینشون هم میذاره بیشتر کنیم، 12 تا بذاریم که اوکی تر باشه. الان اطلاعات کامل اینجا میبینه. و اما اینجا ما کلید افزودن به سبد خرید داریم، اما ما نمیخوایم افزودن به سبد خرید جایی باشه که کاربر ما مجبور بشه بابتش چیکار کنه، اسکرول کنه، اسکرول الکی نکنه. کاربر ما خیلی راحت دسترسی پیدا کنه به چی؟ به محصول، بتونه راحت محصولش رو از افزودن به سبد خرید کنه. بر همین اساس، به همین دلیل ما میایم چی کار میکنیم؟ ما میایم یه کار دیگه ای میکنیم. این رو اینو که جداست کنم، اینو بذاریمش اینجا. ولی این بخش رو که برای قیمتمون بود و
یه باتن افزودن به خرید، من میخوام همین سکشن رو یه کاری کنم که فیکس باشه پایین صفم. این صفحه بزرگ شده 993 نیست دیگه. آره می به خاطر اینکه تغییرش دادم اندازش. خب میخوام اینو بزنم اینجا. من اینا هم اینم نکته خوبیه. الان این رفت یادم افتاد. ببینید نویگیشن بارمون اینجا من متوجه شدم که فیل کانتینر نیست. خب بعد یادم افتاد اصلا اتو لی‌آوت نبود، داخل اتو بخشید ابسولوت شده بود و داخل اتو لی‌آوتمون حساب نمیشد. و اینو همیشه یادتون باشه وقتی یه چیزی ابسولوت میکنید دیگه از اون قوانینی که داخل اتو لی‌آوت دارن مثل فیل کانتینر دیگه تبعیت نمیکنن، چون که از کانتینر تبعیت نمیکنن، ابسولوت شدن. تبعیتشون دیگه از کانسترین ها میشه. درست شد؟ بعد یه نکته دیگه هست. ما الان اینجا اومدیم این رو فیکس کردیم دیگه، از توی قسمت پورتال اومدیم فیکسش کردیم. وقتی فیکسش هم میکنید دیگه نمیتونید روی این حالت لفت اند رایت و اسکیل بذاریدش. دیگه از اون حالت خارج، چون که فیکس شده دیگه. خب دیگه قرار نیست تغییر کنه. اما اگر شما اول اینو روی اسکرول بذارید، برید اول فیکسش کنید، یعنی اول اینو درست کنید، لفت اند رایت بذارید، چون اینجا رو لفت اند رایت میخوایم، بعد برید اینجا فیکسش کنید، این مسئله حل میشه. الان نکنید من بزرگ کوچیک کنم میدم باهاشون بزرگ کوچیک میشه، ولی در حالت قبلی اینجوری نبود. برای اینم باید همین کارو بکنم الان، چون که اینو انگار فراموش کردم. پس اینو همیشه یادتون باشه وقتی میخواید یه چیزی رو فیکس کنید این نکته وجود داره. شما باید حتما اون کامپوننتی که میخواید فیکسش کنید یا هر چیز دیگه که میخواید فیکسش کنید اول از همه کانسترینش رو درست کنید، اون چیزایی که میخواید بهش بدید، بعداً برید فیکسش کنید. کانسترینش رو درست بدید، یعنی هم پایین باشه هم لفت اند رایت باشه که میخواد بزرگ کوچیک بشه درست باشه. خب مثلا بستگی اون چیزی که داره که میخواید فیکسش کنید. مثلا اگه فب باتن باشه، فب باتن من بهتون گفتم چیه دیگه. مثلا این فرض کنید که این یه فب باتنه، من میخوام فیکسش هم بکنم، ابسولوتش کنم، اول ابسولوتش کنم، بیاد اینجا. میخوام همیشه این گوشه پایین صفحه باشه، این مثلا این دو تکون نخوره دیگه. نمیام اینم لفت اند رایت کنم دیگه، اینو میذارم رایت، یعنی هم راست باشه هم پایین باشه که اینجا تکون نخوره. اوکی، من اینو بزرگ کنم کوچیک کنم، همینجا گوشه صفحه با همین فاصله که داره از اینجا میمونه. خب بعدش هم میتونم فیکسش کنم دیگه، یعنی تو اسکرول همونجا باشه همیشه. خب بریم سراغ دوباره این. الان من میخوام این رو به جای این بذارم، یعنی به جای این که این نویگیشن بار رو داشته باشم این بیاد به جاش. میام از همین سایز بندی های این استفاده میکنم، از همین دستوراتی که اینجا داریم به این میدیم. این ارتفاعش 78 تقریبا. میام این اگه ارتفاعش درستی 78ش میکنم حالا فیکس، که اندازم زیاد تغییر نکنه نسبت به اون. بک‌گراندش هم همونجوری که اون سفید کارد، درسته؟ سفیده نمیدونم رفته رنگش رو درست کنیم. ببینید حواستون به این چیزا باشه توی طراحیتون. من سوتی میدم، دلیلش اینه که سوتی میدم دیگه، اصلا همه سوتی میدن. خب این سوتی ها اینجور چیزای عادیه، چون فراموش میکنیم. رنگا خودشون اتوماتیکی ساخته میشن اینجا. سفید بخوایم یه چیزی رو فریم بکشیم خودش سفید از اول. رنگا خیلی شبیه همه. اما یادتون باشه همیشه از روی وریبل ها یا استایل هاتون دستور بگیرید و رنگا رو بسازید. خب اینجا ما این هم همون رنگ کارت میکنیم. می‌نویسیم چی؟ می‌نویسیم add to cart bottom app bar. یادتونه باتم اپ بار رو بهتون میگفتم؟ الان این نویگیشن نیست. این چیه؟ این باتم اپ باره. قرار پایین صفحه باشه و یه سری اکشن ها رو انجام بده. فیکس شده پایین صفحه، اما باتم اپ اما نه نویگیشنه نه فوتره، هیچی نیست. این باتم اپ باره، نوار پایین صفحه است. خب میام اینم کامپوننت میکنیم.
خیلی راحت میذاریمش کنار کامپوننت های دیگه‌مون اصلشو و اینجا میایم به جای این دیگه میگیم چیکار کن عزیزم. توی کامپوننت همون اینجا نگاه کنید نوبار نوشته، این نوبارمونه. الان باز میکنیم منومون رو، میایم داخل اینجا. اوه اشتباه زدم، برگرد، اینجاست. میایم اونو پیداش میکنیم از تو این لیست، اد تو کارت باتم اپ بار، همونو میزنیم و این جایگزین میشه. خب باگ داره، درسته؟ باگش چیه؟ باگش اینه که این عدد خیلی بزرگه الان برای اینجا، اصلا واقعا بزرگه دیگه، این برای دسکتاپ بوده، برای موبایل نیست. میایم از هدری که خودمون اینجا ساختیم H2، چه باحال این فونت رو H2 فرق داره اینقدر روی سایز بنده مختلف خیلی فرمتش فرق داره. خب این بازم بزرگه. میریم جدید درست میکنیم، مثلا H3 هم درست میکنیم براش 24 باشه. چه عجیب که فونت تغییر کرد. آها ما لاله‌زار نبودیم اصلا، حواسم نبود. ما اونی که فونتمون چی بود؟ این فونت چی بود؟ از این فونت باید استفاده کنیم براش. شبنم. خب اینم شبنم کنیم، یک استایل جدید ایجاد کنیم برای موبایلمون. شبنم مدیوم یا بولد بذاریمش، اندازش هم بکنیم 18 تا، یه ذره بزرگتر 20 تا. اندازش رو 20 تا بکنیم، الان 12 میلیون تومان بیشتر، 100 میلیون تومان هم ممکنه داشته باشیم که یه رقم بیشتر اضافه میشه که اینم چک میکنیم ببینیم جا میشه یا نه. حالا میایم اسم اینم میذاریم چی؟ اسم استایل رو میذاریم موبایل H3. حتی اینم باید کوچیک‌تر کنیم اینجا. بادی دو، ببخشید بادی دو موبایل رو بذاریم، مثلا دو موبایل 12 خیلی کوچیکه، بذاریم ساب تایتل رو بذاریم، اینا خیلی بزرگه برای موبایلمون و همین باشه. این فاصله هم من کمتر باید بکنم چون که اینجا باز فاصله تغییر کرده. ببینیم چطور شد. خیلی ریزه اون تومنه، حدس میزنم تومنه خیلی ریز بشه. برمیگردیم به سایز خودش، همون بادی خودش رو میذاریم، بادی دو میذاریم، یه کپچنه همون میشه، بادی 2 میذاریم که بمونه، اون دست نمیذاریم. الان اینجا یه سری باگ دیگه هم داریم. باگ دیگه هم چیه؟ باگ دیگه هم اینه که توی موبایلمون باید از یه حالت دیگه باتن استفاده کنیم. الان این باتنمون برای اینجا یه ذره بزرگه نوشته هاش فکر کنم، که البته اونقدر بزرگ نیست. نوشته این باز خیلی کوچیکه، بریم یه ذره بزرگترش کنیم، چاره‌ای نیست. یعنی جا داریم مثلا بزرگترش هم بکنیم، فضای خالیمون خیلی زیاد شده. اون 24 اگه بذاریم چی؟ 26 بذاریم چی؟ 26 میذاریم. اوکی. وقتی که جا دارید اوکی. حالا اینجا من یه دونه دیگه هم صفر اضافه کنم، دو تا عدد دیگه اضافه کنم به این، ببینم جا میشه. آره حتی تا 1 میلیارد هم اگه بخوایم بذاریم عددم اونجا جا میشه، زیاد مشکل ساز نخواهد شد. خب من اومدم به جای اون این یکی کار رو انجام بدم. بعد نکته‌ای که هستش اینه که داخل دسکتاپ اگر باشن بخوان دسترسی هم داشته باشن به مثلا دور برگردن صفحه خانه یا بخوام به جای دیگه‌ای برن، دسترسی‌هاشون رو دارن دیگه. نویگیشن باره اینجا یه ذره براشون چیه؟ اضافه محسوب میشه. چرا؟ چون اگه من بخوام اینو بخرمش برم سبد خریدم، بعدش افزودم به سبد خرید که بزنم، بعدش این دکمه تبدیل میشه به این که مثلا برو به سبد خرید یه دونه برنامه میاد کنارش، همونجوری که خودمون درست کردیم، طراحیش کردیم، قرار اون شکلی بشه. و یا کلا آیکون سبد خرید میتونم اینجا بذارم، یه دونه به علاوه منها هم بذارم باز که عدد رو بتونه بیشتر هم بکنه یا بره سبد خریدش مینیمال تر. و وقتی که این کارو میکنیم ما دیگه دسترسی های دیگه نیاز نداریم اینجا. خب دستی دیگه اونی که من میخوام برگردم همونجا که اومدم دیگه، برگردم اون صفحه که جستجو کردم محصولمو، یا برگردم به صفحه خانه که کارامو انجام بدم،
که هر جفتش هم باز دسترسی داره براش. یعنی چی؟ یعنی اینکه میتونه یا از خانه اینجا بزنه یا پی سی پارت اینجا رو بزنه، که البته این اصلا دسترسی خاصی نیستن، خب اینا مهم نیست. بیشتر از همه اینه که بک داره، میتونه بک بزنه. بکو که بزنه میرسه به اون صفحه‌ای که بوده. خب پس نیاز نیست که حتما اینجا اون دسترسیایی که اون طرف هم هست براش بذاریم. جای دیگه که میتونه بره کارگاهش بود که اینجا باز داریم و میتونیم کلا داخل همبرگر منو همه دسترسی‌ها رو دوباره بذاریم که میذارن معمولا توی وب اپلیکیشن ها. درسته که ما توی نویگیشن بار اینا رو گذاشتیم، اما این باید دسترسی سریع‌تره. ما میتونیم همون چیزایی که تو نویگیشن بار داریم تو همبرگر منو رو دوباره بذاریمشون. اوکی؟ و برای کاربرمون دسترسی ها ایجاد کنیم دوباره، بتونن از اونجا هم دسترسی داشته باشه. پس دسترسیشو داره باز، در حالی که ما نویگیشن بار رو برداشتیم. خب دیگه این میمونه. نیم فونت هدر 3 اینجا رو برمی‌داریم می‌ذاریم هدر 2 خودمون که برای موبایل زدیم. اینا هم باید کلا بیایم اینا رو پاک کنم، چون باید زیر هم بیان دیگه. این دوستانمون رو انتخاب کنم، یه داپلیکیت ازشون بگیرم، به همین شکل میشه 2 برابر. خب این اتولیاتی که داریم برای اینها رو میام چیکار میکنم؟ اندازه‌اشو درست میکنم بر اساس موبایلمون. اندازه اطرافشو 12 میذارم، از بالا پایینشونم میذاریم 16 مثلا. بعد میاریم یا کوچیکش کنم، میذاریمش توی طرحمون، کوچیک‌تر باید بشه، میذاریمش توی طرحمون و فیل کانتینرش میکنیم. خب ببینیم مشکل اینجا چیه. خب مشکل اینجا اینه که این حالتی که ما انجام دادیم برای اینا توی موبایل یه ذره عجیب شده. چرا عجیب شده؟ چون که ساختار ما راست چینه، ولی اینجا ما چیزی داریم می‌بینیم که وسط چینه. خب این ساختارها توی تایپوگرافی خیلی مهمه. ما یه بار دیگه تو طرح دسکتاپ اینجا ما میتونیم این کار رو بکنیم. چرا میتونیم بکنیم؟ چون که درسته که اینا وسط چینن، اما چون دو تا ستون شدن و اینکه کلا اگر هم یه ردیف باشند، اینطوری باشن، باز هم از نگاه منی که دارم این سفر نگاه میکنم اینها سمت راست هستن، بازم همخونی دارن. درسته؟ باز هم اینا سمت راست دیده میشن. اما توی موبایل مشکل چیه؟ توی موبایل مشکل اینجاست که من اینا رو دارم چیکار میکنم؟ اینا رو دارم کلن وسط چین حس میکنم. مثل دسکتاپ نیست که اینطوری باشن، خب، یا حتی اینطوری هم باشن. اوکی؟ پس این حس کردنی که الان کاربر من داره کار رو برای من خراب میکنه. من مجبورم که بیام همینا رو انتخاب کنم. ببخشید اینا رو باید یکی یکی انتخاب کنم، بگم اینجا ساختار من برای این نوشته ها دیگه راست چین بشه، بیان راست که اینا هم راست بمونن. خب فقط همینا بیان راست. بعد اندازه فونت ها خب بادی یک دسکتاپ 18 بوده، خب خیلی بزرگه برای اینجا. میام یه بادی یکم برای موبایلم الان دیگه میدونم بادی یک رو باید چند بزنم یه جورایی، چون که وقتی به چالشش رسیدم دیگه متوجه شدم. میام 14 میکنم که اینا جا بشن قشنگ. 16 البته جا داره، میتونیم 16 هم بکنیم و اینم استایلش رو ثبت میکنم. موبایل بادی یک رو طراحی میکنیم و نکته دیگه همون اینه که اینها هم و کلا فواصلی که بینشون هست 16 اینو میتونیم خیلی کمتر کنیم، میتونیم 8 یا دیگه الان چون که 0 هم میتونیم بذاریم چون که کلا راستچین شدن دیگه. 0 میذاریمشون قشنگ بچسبونیم. الان منطقی تر شد برای ما، درست شد. حتی اگه اینا رو دوباره انتخاب کنم، من کنترل میگیرم اینجوری انتخاب میکنم و دیپ سلکت میشه. فکر کنم قبلا هم چند بار بهتون گفتم این کارم بکنم و حالا با فاصله‌اش رو درست کنم از اول، چون که اندازه ها درست شده یه ذره باز منطقی تر به نظر میرسه. اما باز هم اون مشکل حسه هستش که من اینا رو
وسط چین باید ببینم در صورتی که اینم وسط چین باشه. خب اما نمیایم اینو وسط چینش کنیم چون به ساختارمون نمیخوره. وقتی میریم پایینتر دوباره چیزای اطلاعات بیشتر میاد، همشون راست چینه، همشون سمت راست نوشته شدن مثل اینجا. پس اونا همینجوری راست چین میذاریم. اینجا هم برای این کامپوننت ساختیم. کامپوننت اگه اتوماتیک باشه، آره کامپوننت اتوماتیکه، درسته، میگه کامپیوتر خودش کار میکنه چون که ما همه چیزو درست زدیم، خودش درست کار میکنه. میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجا که فیکس بعد چیزش کنیم، اندازه اطرافش رو درست کنیم، 12 کنیم، اندازه موبایل کنیم، فاصله بینش، فاصله بالا پایینش رو میذاریم رو 36 گذاشتم. چند گذاشتم؟ 16. خب بیشترش کنیم که کم هم هست اینجا. 36 میذاریم. اینم فونتش رو درست میکنیم H2 که خودمون ساختیم، H2 بود دیگه. بله. خب و الان میایم کوچیکش میکنیم. میبینید رو نوشته خودشون درست میشن چون که ما اتولیاتشون موقع درست کردیم. وقتی داشتیم کامپوننتشون میساختیم به این چیزا فکر کردیم. من این فریماتون که میخواید توی اتولیات بذارید باید کوچیک‌تر از عرض اون اتولیاتتون باشه که توش جا بشه. بزرگتر باشه نمیره توش همینجوری دستی. خود اینم فیل کانتینر میکنیم که وسط باشه. نوشته بادیامون اومدیم بادی موبایل زدیم دیگه. ببین بادی موبایل میکنیم، هم با دیگه که موبایل میکنیم و یه ذره اینا رو تنظیم درست هم بکنم چون به هم ریختن. این به هم ریختگی رو همیشه درست کنید توی فونت استایلاتون. مثلا 1 2 3 از بالا شروع میشه، بعد از از بنر شروع میشه میاد H، بعد میاد پایینتر ساب تایتل ها میان، بعد بادی ها میان، بعد کپچن میاد. اینو به ترتیب بذارید. من بنر هم اینجا زدم براتون. یعنی دقیقا همین ترتیب باید باشه. خب اینم از اینا هم درست کنیم. اینجا آخریاش اینا فیکس بوده و اینا باید کنم دستی بکنم کوچیک کنیم چون که قرار نیست از کامپوننت های ما تبعیت کنم. حالا درستش میکنم. اولا که این دیگه نباید توی سکشن اینا باشه، این باید به بالا زیر این در اصل اینطوری. اینا هم کوچیک میکنیم، یا کوچیک نکنیم، اینو کوچیک کنیم دیگه در کل. اینو کوچیک کنیم، اندازه‌شو باز درست کنیم 12 بشه. فاصله اطرافمون، فاصله بالا پایینی چند 46 36 کنم، اون تو یادم رفت درست کنیم. بعد فاصله بینشون 32 24 بذاریم اینجا، یه ذره کمتر کنیم. میام حالا اینا هم مثلا 393 ما میدونیم عرض کلمونه، 12 تا هم کم شده ازش، از حتما 300 تا میمونه. میایم اینا رو دستی تنظیم میکنیم، مثلا روی 240 که همین 240 بمونه، یا مثلا 240 کمه، 260 تنظیم میکنیم که بمونه. حالا به صورت کلی هم اینو الان قراره چیکار کنیم؟ بکنیم 393 یا کمتر حتی که بتونیم اینجا جاش کنیم. اینم کوچیک باید بشه. فیل نبوده، فیل شو که درست شه. خب درست نکردیم. اینم میذاریم رو H2 موبایل. اینم باید بالاتر، حواسم دارم که این باید بالاتر باشه، دستبندی هم باید بالاتر اینجا باشه. خب حالا میذاریم بشه طرحمون رو. به همین سادگی الان یه صفحه دیگه هم مطالعاتش رو درست کردیم. نمیدونم چند دقیقه است دارم فیلم میگیرم با کلی توضیحاتی که دادم، شاید 20 دقیقه باشه. خب ما تو 20 دقیقه الان یک صفحه دیگه هم خیلی راحت تونستیم این شکلی مطالعات کنیم. این چی اون پایینه؟ او اینو یادم رفته بود کانسترینش پایینه و فیکسش کنیم پایین صفحه، ابسولوت پایین صفحه باش. اوکی
خب در اینجا تر باشی اوکیه. خب الان ببینیم چطوری شده. یه بار من پرزنتش کنم. البته شما تو موبایل راحت تری، طراحی موبایل تو موبایل نگاه کنید خیلی بهتره. صندلی بیارم جلوتر ببینم چرا عقبم. باز شود، دیده شود، ببینیم باگ نداشته باشد. این کارو همیشه بکنید، یعنی فهمید پشت سرم طراحی نکنید. هر صفحه‌ای که طراحی می‌کنید ریاتشو میزنید یه بار چکش کنید. یه چیزی که دقیقاً اینجا یادم افتاد که چک بکنیم یه چیزیو. این هاور اینم باحاله، دیدید اینطوری میشه هاورش. این که این تکونه رو می‌بینید میخوره اینجا، می‌بینید تکون پای میخوره. اینجور تکونای زیاد ممکنه پیش بیاد براتون. این تکونا توهمه، فکر نکنید طرحتون مشکل داره. توی این نسخه که جدیدن اصلا فیلمو اضافهش کرده این هم فکر کنم 6 ماه نمیشه از تاریخی که الان دارم اینو ضبط میکنم. این حالت پریویو رو تازه اضافه کرد. قبلا فقط پرزنت بود. توی پرزنت هیچ باگی نیست، یعنی تو پرزنت باز کنید اینجور مشکلی پیش نمیاد و اکچوال سایز بذاریدش. ولی همون پرزنت اکچوال سایز نباشه باز این مشکل پیش میاد. در حالی که طرح هیچ مشکلی نداره. خب این پایینا کنید، این الان فیکس شده. این مشکل اینجا هم هست، می‌بینید این فیکس شده. این پایین میتونم برم پایین نگاه کنم همه چیشو، همچون چک میکنم. اینجا میتونم عوض کنم اگه بخوام. میاد تو صفحه‌ای که اون گذاشته بودیم. کلا اینو کامپوننت کرده بودیم، حواسم نبود. میتونیم عوض کنیم. بعد این پایینم خیلی راحت میتونم نظراتو بخونم. البته فونت اینا باید درست کنی. فونت اینا هم هنوز بادی قبلی است. خیلی راحت میتونیم فونتاشو انتخاب کنیم. از اینا کامپوننت هم میتونم از کامپوننتاش برم سراغشون. صبر کنید لحظه. این سراغ کامپوننتش. Oh my god. Run into a problem. نه تو problem. لحظه پاوز کنم تا وقتی که برگرده زنده بشه دوباره. خب زنده شد دوباره. به هوش اومد. خب یه کامپوننت نزدم، بدم خودم دستی اینجا. کجا بودن این نوشته های نظرات؟ اینجا بودن. میایم خیلی راحت و در کمال آرامش برای اینها هر کدومشون یه دونه وریانت جدید ایجاد میکنیم و توی این وریانت جدید اصلا نیاز سایزها رو دستکاری کنید. هیچیو ببین، فقط فونتش رو تغییر میدیم. میذاریم رو بادی یکی درست کرده بودیم، خیلی ریزتر میشه خودش اتوماتیک. بعد اینجا میایم انتخابش میکنیم، می‌نویسیم چی موبایل. خیلی راحت. بعد اینجا هم دوباره اینو میسازیم براش. اینم میایم فونتش رو انتخاب میکنیم، میگیم بادی یک موبایل باش. بعد اسمش هم میذاریم موبایل. بعد دوباره میریم سراغ طرحمون. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا میایم بنفشایی که برای اونا بودن انتخاب میکنیم. اینجا میگیم که برو رو موبایلت. اینا رو انتخاب میکنیم. عدد امتیازها رو یادم درست کنم. به اینا میگیم برو رو موبایلت. درست شد. الان بزا هم درست شدن. یه نکته که من دیدم اینه که اینجا رو ما میتونیم سفید کار کنیم مثل بالا. همینطور اینو رو کلا اصلا بک‌گراند رو سفید کنیم و این دو تا سکشن رو کلا میتونیم بک‌گراندش سفید کنیم و بقیه چیزامون سفید نباشه. من ببینم اینا هم بک‌گراند رو همون بک‌گراندی که اونور داریم بذارم که دیگه باز هم کار توسعه دهنده سخت نشه. اینم بذارم این تو. خودش مگه وسط نبود؟ فیلشه دیگه. فیلشه که این درست شه. نشون که انگلیسی ها سمت راستن، هم انگلیسی هم آیکوناشون که میگنشون اینو بخوایم بذاریم اینور از زش میشه. میتونیم راست چینش کنیم ولی این از نکاتیه که دقیقاً باید متوجه شده باشید. استثناءاتیه که ما تو راست چین و چپ چین باید رعایت کنیم. وقتی که نوشتم و انگلیسی عملا نباید از چپ به راست خونده بشه. باید از راست به چپ خونده بشه. از چپ به راست خونده بشه، نه از راست به چپ. برعکس گفتن از خلایص بسیار عمده منه.
من همه چی برعکس میگم. افقی و عمودی، خانم شیرزادم برای خودم، یه دست خانم شیرزاد کلا توی وجودمه. خب این میخوام فاصله از پایینش هم بیشتر کنم میذاره. خب الان بهتر شد تقریبا. دقیقا مثل اون دسکتاپش شد رنگ بندیش. اوکی اینم از این به همین راحتی. الان ما یه صفحه دیگه هم خیلی راحت توی 20 دقیقه همونطور که بهتون گفتم اومدیم چیکار کردیم، طراحی کردیم. بریم سراغ این که من آورلی ها هم بهتون بگم چقدر میتونید باشون بازی کنید. بزنید بریم. خب بریم سراغ این که آورلی هامون هم بهتون بگم چیکار میتونیم بکنیم. اگر یادتون باشه یه از چیزایی که ما آورلی داشتیم این دسته‌بندی ها اون بود که الان توی طرحی که ما داریم چون که نویگیشن بار گذاشتیم خودش باید صفحه داشته باشه دیگه، یعنی دیگه از حالت آورلی در میاد. اوکی پس یه چنین چیزی رو دیگه صفحه میکنیم. مثلا اول اصلا اینو بهتون بگم خیلی اوقات ممکنه که اینجوری پیش بیاد که ما یک آورلی داشته باشیم و اون آورلی در دسکتاپ شاید پاپ آپ باشه، شاید هر چیز دیگه‌ای باشه، شاید دراپ داون باشه، هر چیز دیگه‌ای باشه، اما این طرف توی موبایل یا توی حالا تبلت ما بیایم همون رو تبدیل کنیم به یک صفحه جداگانه. مثال دیگه هم داریم، همبرگر منو داریم اینجا. همبرگر منوی ما توی دسکتاپ اصلا همبرگر منو نداریم. ما توی دسکتاپ ما کلا اون لیست موارد هدرمون رو داریم که همیشه هم نمایش داده میشه. اما اینجا ما می‌خوایم اون همبرگر منو رو تبدیل کنیم به چی؟ یک صفحه جدید. کلا یک صفحه جدید براش می‌سازیم. اما چیزی که من میخوام بهتون بگم اینها نیست، چون که صفحات ساختن دیگه بلدید دیگه. برای مثلا صفحه دسته‌بندی می‌نویسید براش دسته‌بندی با همین فونت هدری که داریم و دسته‌بندی رو همین شکلی زیرش می‌چینید. کار خاصی نداره. همین حالت اوتو لی‌آوت، حالت لی‌آوت بندی و سکشنینگ خیلی راحته. اما برای چیزایی که شکل دیگه دارن مثل همین پاپ آپی که اینجا داشتیم که این همونجا باید پاپ آپ قرار باشه، ما این هم برمی داریم یکیش هم بیاریم کافیه فکر کنم. بذار یکیشو بیارم دیگه، چرا همشون نشونتون بدم، کار اضافی میشه بازم. نمیخوام زمان زیاد بشه توی این دوره. اینجا ما چی داریم الان؟ یه دونه پاپ آپ داریم. میخوایم اینو تبدیل کنیم به چی؟ به یه دونه باتم شیت. ما دیگه نمیخوایم اینجا پاپ آپ توی موبایل باز کنیم. اول از همه دیگه این نیاز به این زبدره نداریم ما. اوکی. دوم از همه میایم ارزش رو میکنیم، ارزی که ما برای موبایل در حال حاضر داریم. سوم از همه میایم اینها رو از هاگ در میاریم، فیل کانتینر میکنیم. حتی اینا هم خودشون داخلشون کامپوننت هست. کامپوننت هم باید فیل کانتینر بشه. چهارم از همه ما از حالتی داریم استفاده میکنیم که باتم شیتمون میچسبه به پایین صفحه. یه باتم شیت جدیدتری اومده، کلا باتم شیت میاد بالاتر از صفحه، یعنی 5-6 پیکسل از پایین فاصله داره، میاد بالاتر، معلق میشه اینجوری. ولی اونها باتم شیتن، برای میزشون فضای خالی هست. ولی اون یه ذره اندازه‌های ما هم اذیت میکنه، چون که از بغلامو مجبوریم که براش یه ذره اندازه بذاریم که معلق بودنش نمایش داده بشه. حالا ما از اون حالت استفاده نمی‌کنیم، ذره کلاسیک‌تر انجام میدیم. فاصله رو درست می‌کنیم بر اساس موبایلمون. برای گوشای گردش هم دو تا گوشه پایینشون که دارن میچسبه به صفحه پایین باید صفر کنیم که اینطور چیزی بشه. حالا باز هم مثل اون موقعی که توی پاپ آپ اومدیم اول نگاه کردیم که بیشترین میزان اطلاعاتمون چقدره مثل هر چیز دیگه‌ای، اینجا باید در نظر بگیریم، چون باتم شیتمون نباید اندازش بزرگ کوچیک بشه. این کار غیر استانداردی که اندازش بزرگ بشه کوچیک بشه، بزرگ بشه کوچیک بشه، این کار استانداردی نیست. برای چیزی مثل این نقشه میتونیم نقشه رو تمام صفحه کنیم و این مشکل نداره، یعنی چون که این آورلی همشون و چنج آورلی میشن، سواپ آورلی میشن در اصل. وقتی میخوایم نقشه رو انتخاب کنیم آورلی رو اصلا بزرگ میذاریم، فول اسکرین میذاریم، یعنی از اندازه صفحه کاملش میکنیم که بیاد داخل صفحه انتخاب بشه، بعدن خودش کوچیک بشه، بعدن صفحه دوباره کوچیک بشه. اما برای موارد این چنینی
ما میایم باز هم نگاه میکنیم ببینیم واقعا اطلاعات دیگه‌مون آیا جا میشه توی این حالت اسکرینی که ما داریم، اندازه که داریم در نظر میگیریم. مثلا اندازه رو میخوام الان روی 640 زیاده، میشیم 520 اول خیلی کوچیکه، اون 600 بزنیم چون 640 هم میگه از کل سفر رو میگیره برای گوشه 640. میایم اندازه هم درست میکنیم، ساب تایتل موبایل بذاریم، بادی موبایل و اندازه از بالا هم خیلی 36 زیاده، میکنیمش 24 تا. خب اینا هم خودشون کامپوننت دارن، در اصل میتونیم کامپوننتشون تغییر بدیم. دوباره مثل اون بخشی که توی ویدیو قبلی، یعنی چند دقیقه پیش انجام دادیم برای صفحه پروداکت، میتونیم بریم تو کامپوننتش یه دونه وریانت موبایل هم براشون بسازیم. اما اینجا من چون که عجله‌ایه میام فقط اندازه ها رو اینجا تغییر میدم، میکنم روی بادی 2 بادی 1 بخشید 16 تا بشه، حالت انتخابی داره. و حالا میام اینو که گذاشتم اینجا اطلاعات واردش کردم، اینو کپی ازش میگیرم و یه چیزی رو تست کنم توش، ببینم حالا بالاش که همونه اطلاعات این سکشن قرار تغییر کنه. میام این دوتا سکشن رو اضافه میکنم ببینم آیا اینجا هم جواب میده. اندازش کوچیک کنم اینو، آیا اینجا هم من میتونم اون کاری که اونجا کردم رو انجام بدم. فیل کانتینر کنم، نه فیل کانتینر کنم. خب نکته اینجا میدونید چیه؟ جا میشن، اما این نکته که داریم اینه که در اینجا هم یه کاراتی داریم دقیقاً مثل همون چیزی که در جای دیگه گفتم ممکنه که یه چیزایی که ما آورلی نبودن توی موبایل ممکنه آورلی بشن، یا البته اینو بهتون میگم که با همبرگر منو هم یه جور آورلی محسوب میشه ها. فکر نکنید که صفحه جدا کلا صفحه براش بزنید. دستوری که برای صفحه همبرگر منوتون میدید من بهتون نشون بدم. الان فکر کنید صفحه همبرگر منوه. وقتی که از همبرگر منو میخواید بهش دستور بدید، اولا که از کامپوت دستی دستور بگیریم بهتره. مثلا کامپوت اصلیش از اینجا بهش میگیم که این همبرگر منوه وصل به این دستوری که بهش میدیم برای همبرگر منو. معمولا اینطوریه که اوپن آورلی بشه، ببخشید اوپن آورلی بشه و این حالتش رو میذاریم روی موو این، یعنی بیاد داخل صفحمون و حالا از چپ یا راست. اگر همبرگر منو تو سمت راست صفحه است بگید از راست بیاد داخل صفحه و اینا میذارید روی سنتر، یعنی وسط صفحه بیاد. برای بسته شدنش هم توش کلوز میذارید، یعنی هم کلوزی که اینجا داشتیم میارید اینجا دیگه بالا میذارید که بسته بشه. الان ما اینو پلی بدیم، اگر دقت کنید صفحه همبرگر منو هم یه جورایی مثل آورلی عمل میکنه چون میاد روی محتوای اصلیمون. نکنید اینطوری میاد روی محتوای اصلیمون و اگر خودش رو بذاریم بستن اینو بذاریم دکمه مثلا بستنه ببند دیگه، چون انتخابش کردن رو میبنده. کانال رفت رو حالت دیگه. اینجوری نکنید، میبینید از کنار میاد بسته میشه، از کنار میاد بسته میشه، از کنار میاد بسته میشه. توی هر صفحه هم باشین فرق نداره، از کنار میاد بسته میشه و این میشه یه جورایی آورلی ما. حالا از اینکه بگذریم اینجا هم آورلی داریم و الان باز هم اینجا آورلی زاییده میشه. چرا؟ چون که اینجا ما سلکت باکس داریم.
سلکت باکس رو میتونید منوی آبشاری کنید اینجا، یعنی بخش آبشاری میگم دراپ داون میتونید بکنید که اینجا باز شه. دوباره مثل اون طرفم نداشتیم براش، مثل ساختارهای دیگه هم اینجا باز بشه، خب بتونید استان رو انتخاب کنه مثلا. ولی خب توی منوی موبایل یه ذره غیر اصولیه. این سلکت باکس ها چیزهای دیگه ای هستن که در نسخه موبایل میتونن حالت دیگه ای به خودشون بگیرن. میتونن صفحه کامل باشن جداگانه، میتونن صفحه جدا بشن. میدونی چی میشن دیگه؟ صفحه جدا بشن میشن اینجوری رادیو باتن. خب اگر مواردشون کم باشه تبدیل میشه به همون رادیو باتنی که بهتون گفته بودم. 3 تا عنوان یا 4 تا گزینه هست که چک باکس هم دارن، یکیشو انتخاب میکنید. تو تلگرام هست برای انتخاب اینکه چه کسی پیامتون رو ببینه. everyone داره، only contacts داره. خب اون بخشش برای چیه؟ وقتی میرید انتخاب میکنید وارد صفحه دیگه میشید که رادیو باتن براتون گذاشته شده. سلکت باکس هم اینطوری عمل میکنن و اینجا هم ما دقیقاً باید همینطوری عمل کنیم براش. برای همین این باز یک دونه صفحه جدید برای خودش ایجاد میکنه برای آورلی های ما که مثلا عنوانش میشه انتخاب استان. دیگه این نداره، باتن نداره، اینم نداره. بعد استان ها لیست میشن. خب میتونیم هم نذاریم اصلا. زیرش استان ها لیست میشن. وسط چی نمتا میتونه باشه. اوکی؟ مثلا میسیم البرز و شهرهای دیگه اینجوری لیست بشن، بتونه اسکرول کنه و انتخاب کنه بینشون. درست شد؟ حالا بعد این انتخاب کرد میاد اینجا دیگه. حالا ما میفهمیم که کلا این اندازه اوکیه، فعلا همینو میزنیم. همین 2 تا صفحه رو میزنیم چون واقعا نیاز به بقیه‌اش هم نداریم. اول بذارید اینو وصل کنم به آورلیمون، از یک دکمه دستور بگیره. حالا ما فرض میکنیم که صفحه ثبت خریدم زدیم، اینجا انتخاب آدرسه. خب میایم اینو میذاریم انتخاب آدرسمون، میایم بس میکنیم به این، میگیم که خب اینم بیا برای ما مثل همون چیزی که برای هدر برای همبرگر منو ساختیم. میگیم اوپن آورلیش کن برای ما، موو اینش کن بیاد داخل صفحه، از پایین بیاد داخل صفحه. میخوایم باتم شیت بزنید، باتم شیت پایین صفحه بود. اگه سایت شیت از بغل میگیم بیاد داخل. الان ما چون باتم شیت داریم میگیم از پایین بیاد داخل. میگیم از پایین بیاد، اینجا میذاریمش پایین صفحه. اینجا حالتهای دیگه هم داره، فقط این 3 تا حالت نیست. خب حالتهای دیگه هم داره. میگیم بیاد پایین صفحه. این دوتا هم میتونید بذارید فعال کنید. خب از بک‌گراند بدید بهش، بک‌گراندش تیره بشه که حالا من میذارم براش مثلا کمتر 60% بود، من 60% میذارم براش. بعد برای باتم شیت همیشه یادتون باشه بخوای پروتوتایپش درست کار کنه، روی خود این صفحه‌ای که دارید همیشه یه دونه کلیک بکنید، بیایید از وسطش هم نه، مثلا روی عنوانش میتونید یه خط اضافه کنید. صبر کنید خط اضافه کنم، من اصلا حواسم نبود توی اوتویاد نکنم این کارو. یه خط بکشیم اول، یه خط اینجوری بریم این بالا بذاریم، بعد میتونیم بالا این بذاریمش. میذارم فاصله از بالا هم کمتر کنیم. خب الان بهتر شد. الان این خط رو الان جداگانه انتخاب میکنیم، یه ذره ضخیم‌ترش میکنیم مثلا 3 پیکسل، بعد گردش میکنیم. اوکی. و میریم چیکار میکنیم؟ یک اصطلاحی هست توی کارهای توسعه، بیشتر تو توسعه هست، اینی میان تب ایریا برای هر چیزی فراهم میکنن. خب میبرمشون بیرون اولینو همونجور درستش کنیم بعد ببریمش تو تب ایریا. میدونید چیه؟ تب ایریا برای موبایل بیشتر استفاده میشه. یعنی ما یک فضایی رو در نظر بگیریم برای میزان کلیک کردن و تب کردنمون. معمولا خود توسعه دهندگان این کار رو انجام میدن، خودشون میان میسازن. خب اما ما هم میتونیم کمکشون کنیم. برای مثال توی نویگیشن بارمون اینجا این کاری که ما کردیم خودش تب ایریا محسوب میشه. ما میتونیم فقط آیکونا رو بذاریم دیگه. آیکون کوچیک‌تر بود. خب آیکون خودش چنده؟ خودش 36 پیکسله.
اما ما وقتی که اینو ساختیم و اندازش 56 پیکسله، 56 پیکسل خیلی راحت تر ممکنه تپ بشه دیگه توسط انگشت ما، خیلی راحت تر ممکنه کلیک بشه توسط انگشت ما تا 36 پیکسل. پس توسعه دهنده میاد اینو میکنه تپ ایریا، کلش میکنه تپ ایریا. اوکی، و کلا از اون دستور میگیره دیگه. حالا ما هم برای این خطمون، چون این خطمون خیلی نازکه، باید یک تپ ایریا درست کنیم، یک فضایی داشته باشه که کاربر روش کلیک کنه. میایم براش یه دونه مثلا اتولیاتش میکنیم، یه اتولیات میسازیم، بعد میذاریمش توی طرحمون، بعد عرضش هم درست میکنیم، فیل کانتری میکنیم. الان به وسط الان این فضا میشه برای چی؟ میشه برای تپ ایریای این. میام ابسولوت پوزیشنش میکنیم، میامش بالاتر، بچسب این بالا، اون فاصله رو درست کنم، 16 نکنم، 24 بذارم. و الان همین خوبه، بذارید کانسترین ها رو درست کنیم، چون که گذاشتیمش رو حالت ابسولوت پوزیشن. رنگ اینم یه رنگ داشتیم گلاسوری بود، این خیلی دیگه گلاسوری، هم دیزیبل بذاریم. اوکی. خب این خط رو نمایش‌دهنده چیه؟ نمایش‌دهنده که من میتونم اینجا درگ کنم اینو بکشمش پایین و ببندم. حتی میتونم اینو ذره بزرگترش هم بکنم، پس این فاصله رو ذره بیشتر میکنم، مثلا 25 تا 18 تا. خب الان میشه تپ ایریای من. میایم چیکار میکنیم؟ اینو میذاریم روی کلوز آورلی، یعنی وقتی که این اکشن انجام شد، این این آورلی که باز شده، این باتم شیتی که باز شده بسته بشه. میایم کلوز آورلی میذاریم، آن کلیک رو میکنیم چی؟ آن درگ، یعنی وقتی که کشیده شد. خب این فاصله رو میذاریم کمتر، میذاریم بریم بالاتر، بذارید فاصله رو بیشتر کنم، مشکلی نیست. 36 تا بذاریم، جا داریم. خب پس الان چی شد؟ الان یه دونه اون طرف از این دکمه، از این باتن دستور گرفتیم که این باتن شیت باز بشه از پایین، و بعدش اگه این خط رو من کشیدم پایین بسته بشه همون باتن شیت من. اینجا هم باز کپیش میکنم، باز همون اکشن رو انجام میده. تو این صفحه هم کپیش میکنم همون کار رو انجام میده. از این هم میایم باز یه دونه دستور میگیریم که بس بشه به این. اون طرف همین کارو کردیم دیگه توی حالت دسکتاپ، که این وقتی که انجام شد سواپ آورلی بشه. اوکی، دیگه از پایین هم نمیگیم بیاد، بهش میگیم که اینستنت باشه. سواپ آورلی اینستنت بزنیم بهتره، به همین سادگی. اوکی، حالا چیکار میکنیم؟ این صفحه رو باز میکنیم، پرزنتمون بریم پایین، اگر اجازه بده بریم پایین، این رو انتخاب میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ نکنید باتم شیت برای ما باز میشه. اگه نکنید درگ کنیم به پایین، میره پایین. بازش میکنیم با درگ میره پایین، بازش میکنیم با درگ میره پایین. اینجا بزنیم چی میشه؟ میریم صفحه بعدی که برای انتخاب آدرس است. اینو بزنیم اینجا باز میشه، ولی اینجا بهتون گفتم نباید باز بشه دیگه. اینو باید ببریمش توی صفحه جدید. خب مثلا اندازش هم به هم میریزه، اونجا خیلی کوچولو میشه. این هم از آورلی ها و اینکه چطوری اصلا ممکنه که یک چیزی تبدیل به آورلی بشه، ممکن از آورلی بودن در بیاد تبدیل بشه به یک صفحه کامل به صورت کلی. مثلا الان دسته‌بندی ما که اونجا حالت آورلی داشت، قرار بود با توی منوی حالت منوی آبشاری بهش میگم باز میشد از توی هدرمون، کلا تغییر کرد. ما چی شد؟ تبدیل شد به یک صفحه جداگانه که مثلا گفتم خیلی راحت میشه صفحه جداگانه‌اش کرد دیگه، چون که با توی نویگیشن هم نویگیشن بار براش گذاشتیم دیگه، اینکه دسته‌بندی گذاشتیم. باید از این بیایم دستور بدیم به صفحه‌ای که برای دسته‌بندی ماست، بگیم رو کلیک کردیم که بریم اونجا، بعد اونجا بریم اینو فعال کنیم. خب و اون صفحه میشه یه صفحه جداست که اون میتونیم همونجا دقیقاً بیایم برگردیم همینجا دوباره. خب این شد الان ساختارهای کلی که برای ریسپانسیو کردن این طرح‌ها بود. امیدوارم که از اینجا هم از این بخش هم لذت برده باشید. من تمام تلاشمو دارم میکنم واقعا
که زمان دوره کمتر بشه. هرچند خیلی فکر میکنن زمان دوره بیشتر باشه بهتره، اما من درک میکنم اینکه حوصله سربر هم نباید باشه. اوکی، باید خیلی مستقیم برم سمت اون چیزهایی که باید بهتون بگم. میتونستم کل این فرآیند طراحی انجام بدم، یعنی کل اون محصول رو انجام بدم، اما خب دورم میرفت بالای 100 ساعت و این چیزی پیش بینی اولیه‌ام هم همین بود کلا برای این دوره. من فکر کردم بالای 100 ساعت بشه ضبطام و این نه دیگران کم کم توجیه هم کردن که نباید اینجوری باشه و اینطوری بهتره که بهتون کلیدها رو بدم، بهتون ماهیگیری رو یاد بدم و در کنارتون باشم، کوچتون کنم توی چنلمون توی دیسکورد که بتونید خیلی راحت‌تر جلو برید. اینطوری خیلی بهتر جلو کارا رو میتونید پیش ببرید. این هم از این بخش. در این قسمت الان دیگه طراحیمون با فیگما روی تموم شده. خب یعنی اون چیزایی که باید بدونید رو دیگه تقریبا همه‌شو میدونید. من توی بخش بعدی میخوام براتون شروع کنم توضیحاتی که توی حالت پولی هست رو بدم. چند تا فیچر جدید هم در طی این دوره اضافه شده به فیگما برای دیو مود که اونها هم بهتون توضیح میدم توی همون بخش. و دیو مود هم از همین لحظه‌ای که من دارم صحبت میکنم کلا پولی شده. یعنی دیو مود برای دیولپرها کلا پولیه، یعنی نمیشه به صورت رایگان بهش دسترسی داشته باشن و اون چند تا چیز اضافه هم هستش توش که از شانس خوبتون اونا هم بهتون یاد میدن که بدونیدشون که چجوری کار میکنن. از این اونم بهتون بگم دیگه میریم توی فرآیندی که برای یک سری نکات خیلی مهم برای کارتونه و همون فوق برنامه هاتون که خیلی مهمن. حتما اونا هم وقت بذارید نگاه کنید و اونا چیزایی هستن که کلا تو طول دیدن این دوره که از شروعش تا اینجا میتونید اونا هم برید نگاه کنید. اصلا چیز مهمی نبود که حتما باید اینا رو میدیدید. کلا چیزای جدایی هم. بسیار خب، امیدوارم که لذت برده باشید. مراقب خودتون باشید. بدرود.